آزمایشگاه شیمی ما هستش و آزمایشگاه میکروبی داریم که اون اتاق کوچیکی که می‌بینید با فویل پوشیده شده آزمایشگاه در اتاق کشت ما هستش. آزمایش‌های میکروبی رو توش انجام میدیم. دستگاهی هم که می‌بینید مخصوص آزمایش‌های شیمیایی هستش. این دستگاه فوره، اونم یه دستگاه فوره، اون برای لعاب هستش، اون برای رطوبت هستش، چون دماهاشون متفاوته دوتا داریم. اینا هم ترازو، اینا هم فوره است، اون هم pH متره، چون آزمایش‌ها بهتون گفتم که رطوبت پخت لعاب pH بله. و اون قسمت هم اگر تشریف ببرید در بازخوانی اتاقک میکروبی هستش، اتاقک کشت میکروبی. اون دو تا دستگاهی هم که الان ازش داریم فیلم میگیریم انکوباتوره. وقتی ما کشت میکروبی رو میگیریم اون پلیت مخصوص رو با توجه به اینکه معروف به چه کشتی هستش توی این انکوباتور قرار بدیم که محیطی رو فراهم بکنه که اگر میکروارگانیسمی وجود داره رشد پیدا بکنه. اون لامپ هم لامپ یوویه که خانم داره ازش فیلم میگیره برای ضدعفونی کردن محیط. از این نگیرید دوباره نچه اینا شعله هستش که من باشون پختا میگیرم. این هم اتوکلابه برای استری کردن دستگاه ها و وسایل و موادی که تو آزمایشگاه استفاده میشه. اینجا گفتید چه آزمایشی انجام میدن؟ ببخشید این قسمت اینجا هم یه قسمتی از این آزمایشگاه شیمیایی هستش، فقط اون طرف آزمایشگاه اتاق میکروبی. از اون استکان‌ها و ظرفا هم دیگه نگیرید. اونا خب بشرایی هستش که بتونید آه چیز نیستم، چای خونه چیز نیستم. مایکروبه چی؟ دیگه از نزدیک برای هم برای استریل استفاده میشه، درسته فوره، هم برای استریل کردن مواد خشک استفاده میشه مثل دستگاه ها، هم برای